به نام خدا، خوش اومدین به یه ویدئوی دیگه از دوره آموزشی CCNA که در کانال زیگما فور براتون قرار دادم. تو ویدئو قبلی در مورد شبکه کاستومر یعنی این شبکه صحبت کردم. من این شبکه رو توی ساختمان 2 طبقه برای مشتری راه‌اندازی کردم. برای ساده سازی شبکه سرورها و سایر متعلقات رو حذف کردم چون مبحثمون CCNA هست. متمرکز شدم روی سویچ ها. برای این شبکه از 2 تا ویلن استفاده کردم، ویلن 1 و ویلن 2 و ویلن 99 رو به عنوان نیتیو ویلن انتخاب کردم. برای این شبکه پروتکل PVST پلاس فعال هست. تو ویدیو قبلی اومدم بین ویلن 1 و 2 لود بالانسینگ رو اندازه کردم، به این صورت که نصف ترافیک میره به سمت سویچ 1، نصف ترافیک دیگه که تو ویلن 2 هست میره به سمت سویچ 2. بنابراین سویچ 1 رو به عنوان روت بریج ویلن 1 انتخاب کردم و بکاپ ویلن 2 و سویچ 2 رو به عنوان روت بریج ویلن 2 انتخاب کردم و بکاپ ویلن 1. یعنی اگه مثلا سویچ 1 از کار بیفته، سویچ 2 به عنوان روت بریج ویلن 1 عمل میکنه. همینطور برای سویچ 2. توی این سناریو میخوام مابقی داستان که مربوط میشه به اسپنینگ تری تول کیت رو براتون راه‌اندازی کنم. اجازه بدید من این پورت رو پاکش کنم. یه نکته هم که بایستی براتون شفافش کنم، تو ویدیو قبلی عرض کردم نیبر پورت آیدی. فرض کنین سویچ 3 میخواد روت پورتش رو مشخص کنه. اگر از سویچ 3 تا سویچ 1 2 تا مسیر یکسان با کاست یکسان وجود داشته باشه، اون وقت اون مسیری که نیبر پورت آیدیش کمتر باشه به عنوان روت پورت برای سویچ 3 انتخاب میشه. نیبر پورت آیدی یعنی اینکه اون پورت همسایه‌ای که آیدیش کمتر باشه که توی ویدیو قبلی بهتون نشون دادم. تو اولین مرحله از این سناریو میخوام پورت فست رو برای پورت هایی که تو قسمت اج یا لبه شبکه قرار دارن و به اند هاست ها کانکت میشن فعالش کنم. توی این سناریو پورت F0/4 سویچ 3 و 4 هر دوتاشون به اند هاست ها کانکت هستن. پس بایستی پورت فست رو برای این پورت ها فعالش کنیم. بر روی سویچ 3 کلیک میکنم، اینیبل میکنم، کانفتی میزنم، میرم تو مود گلوبال و اینترفیس F0/4 رو انتخاب میکنم. برای فعال کردن پورت فست دستور اسپنینگ تری پورت فست رو برای این پورت میزنم. الان این پورت دیگه حالت پورت فست شده. اگر بخوام اینو تستش رو انجام بدم، میبینیم که الان پورتش سبز رنگ هست. فرض کنیم من این کابل رو قطعش کنم و بعد از اینکه برم این پی سی رو به سویچ 3 کانکت کنم، بایستی بلافاصله سبز بشه. پورت F0/4 میبینیم که این کار انجام شد. پس سریع رفت حالت فورواردینگ و اون استاتوس لرنینگ و لسنینگ رو دیگه ردش میکنیم تا سریع کانکت شه. اما این ویژگی باید برای پورت هایی باشه که حتما به اند هاست ها هستن. اگر به اند هاست ها فعال میشن، حتما بایستی ویژگی BPD گارد هم روش فعال باشه تا مطمئن بشیم اگر یه سویچ ناخواسته به این پورت کانکت شد، اون پورت رو ببره به حالت بلاک تا مشکل احتمالی پیش نیاد که تو ویدیو قبلی براتون توضیح دادم. برای این کار دوباره سویچ 3 رو اجرا میکنم. همچنان توی اینترفیس F0/4 هست. برای فعال کردن BPD گارد دستور اسپنینگ تری BPD گارد و کلمه اینیبل رو میذارم. با این دستور فقط BPD گارد برای این پورت فعال میشه. حالا اگر به این پورت سویچی کانکت بشه، بلافاصله اون پورت میره به حالت بلاک. برای اینکه اینو تستش انجام بدیم، این پورت رو حذفش میکنم و میام از طریق کابل کراس و یک از پورت های سویچ 4 مثلا F0/2 میام به پورت F0/4 سویچ 3 کانکت میکنم. همونطور که میبینین، البته این طرفی اومده چون کراس هم هست مشخصه، میبینین که پورتش بلاک هست. برای اینکه اینو ببینیم میریم توی سویچ 3، همونطور که اینجا مشخصه پورت F0/4 رفته به حالت ارور دیزیبلد. چرا؟ چون که یه وایلیشن یا نقض قوانین صورت گرفته. برای دیدن این پورت میریم دستور دو شو اسپنینگ تری رو میزنیم. یه نکته‌ای که هست، برای ویلن 1 یا هر ویلن دیگه‌ای نرم پکت تریسر با دستور شو اسپنینگ تری وضعیت ارور دیزیبل رو نشون نمیده، ولی سیسکو تو دستگاه واقعیش اینو نشون میده. اما یه دستور دیگه هم هست که میتونین رو ببینین. از این مود خارج میشیم، دستور دو شو اینترفیس F0/4
فور استاتوس رو بزنیم، همونطور که مشخصه وضعیت این پورت دیگه در حالت ارور دیزیبل هست به خاطر اینکه نقض قوانین براش رخ داده. این تنظیمات رو بایستی برای پورت های اج انجام بدیم که من این کار انجام دادم. اگه از این مود خارج بشم و دستور شو رانینگ رو اگه بزنم، همونطور که اینجا مشخصه برای پورت F0/4 پورت فاست رو فعال کردم. توی سویچ ها جدیدتر بعد از پورت فاست کلمه اج رو هم میتونیم بیاریم و میتونیم نیاریم، بنابراین دلایلی که توی ویدیوهای قبلی براتون توضیح دادم. همچنین BP2 گارد هم برای این پورت فعال شده است. پس بایستی برای تمامی پورت هایی که به سمت اند هاست ها هستن پورت فاست رو فعال کنیم، BP2 گارد هم براشون فعال کنیم تا شبکمون سریعتر و روونتر کار کنه. تو مرحله بعدی برای اینکه از شبکمون اطمینان حاصل کنیم بایستی به این نکته دقت کنیم که پورت هایی که نان دزیگنیتد هستن و به سمتشون پیغام های هلو BPDU هر 2 ثانیه یک بار ارسال میشه، ویژگی لوپ گارد رو هم فعال کنیم. چون اگر برای لینکی که به سمت روت هست یا برای لینکی که آلترنیت هست حالت یونی دایرکشنال لینک رخ بده که مخصوصا برای کابل های فیبینوری ایجاد میشه، اون وقت با توجه به اون وضعیت یه سری مشکلاتی رو داخل شبکه ایجاد میکنه که بهتره برای جلوگیری از تغییر وضعیت اون شبکه ویژگی لوپ گارد رو براش فعال کنیم. توی سویچ 3 مثلا دستور شو اسپنینگ تری اگه بزنم، همونطور که برای ویلن 1 مشخصه، پورت های F0/1 و F0/3 هر دوتاشون تو نقش نان دزیگنیتد هستن، یعنی یا روتن یا آلترنیتن. پس برای یک از این پورت مثلا فرض کن F0/1 میخوام این کانفیگ رو انجام بدم و لوپ گارد رو فعال کنم. دستور کانف تی رو میزنم، اینترفیس F0/3 رو میزنم و اسپنینگ تری گارد لوپ رو میزنم. اما یه نکته منفی دیگه هم که توی پکت تریسر هست، متاسفانه دستور گارد لوپ برای پکت تریسر عملی نمیشه. من اگر علامت سوال رو بذارم، همونطور که میبینید فقط گارد روت هست و دستور روت گارد برای پکت تریسر فعال میشه. در صورت دستورش همین هست و ما بایستی دستور گارد لوپ رو بزنیم که اینجا دستور اینوالید میزنه. با این کار اگر به پورت هایی که تو نقش نان دزیگنیتد هستن پیغام هلو BPDU نرسه، اون وقت اون پورت میره رو حالت بروکن تا اینکه مشکل یونی دایرکشنال لینک اون پورت حل بشه و خودش به صورت اتومات دوباره تو نقش های یا روت یا آلترنیتش بیاد فعالیت خودش رو ادامه بده. از این طریق میتونیم از تغییر توپولوژی تو این شبکه جلوگیری کنیم. حالا مسئله بعدی که تو این سناریو بایستی براتون روشن کنم اینه که شبکه کاستومر نیاز داره به شبکه بزرگتر من یا متروپولیتن اترنت کانکت بشه، چون میخواد از این طریق به شعبات دیگهش توی اون شهر ارتباط داشته باشه و این کار رو یه سرویس پرووایدری که در سمت چپ هست میتونه انجام بده. تو کشور ما مودم هایی داریم به نام مودم های معروف به مودم های شبکه دولت هست. البته مودم ها همون مودم های معمولا ADSL هستن، منتها زمانی که به اون مودم ها کانکت میشیم شبکه های اینترنت داخل کشور برای اون شرکت فعال میشه و اون شرکت میتونه از طریق اتوماسیون های اداری که در داخل اون شبکه فعال هست نامه‌نگاری های خودش رو با ارگان های مختلف که به اون شبکه کانکت هستن ارسال و دریافت کنه. برای این شبکه ما فرض میکنیم تو این بین مودمی نباشه و ما از طریق کابل اترنت میخوام شبکه کاستومر رو به شبکه سرویس پرووایدر کانکت کنیم. اما مسئله ای که اینجا هست اینه که اگر ما این شبکه ها رو به صورت مستقیم و بدون تنظیمات احتیاطی انجامش بدیم، احتمال داره توپولوژی سرویس پرووایدر تغییر کنه. توی ویدیوی قبلی براتون توضیح دادم که ما بایستی بیایم یکی از ویژگی‌های اسپنینگ تری تولکیت رو بر روی پورت هایی که میخوان مطمئن باشن که روت پورتشون تغییر نمیکنه فعال کنیم. اون ویژگی روت گارد بود. تو این سناریو پورت های F0/1 سویچ های فلور 1 و فلور 2 میخواد از طریق 2 تا لینک کانکت بشه به شبکه کاستومر. حالا چرا 2 تا لینک؟ به خاطر اینکه مشتری میخواست بکاپ داشته باشه که اگر یکی از این لینک ها قطع شد، لینک بعدی بیاد کار خودش رو ادامه بده. همونطور که تو این مثال مشخصه برای تمامی مسیرها ما لینک بکاپ رو گذاشتیم و برای اینکه لوپ هم رخ نده اسپنینگ تری داشت وظیفه‌ش رو انجام میداد و انجام میده. حالا نکته‌ای که اینجا هست اینه که ما بایستی ببینیم روت بریج در داخل این شبکه کدومه. قطعاً بایستی سویچ کور باشه. من اگر برای سویچ کور کلیک کنم و برم تو تب CLI و دستور اینیبل رو بزنم و شو اسپنینگ تری رو بزنم، این سویچ به عنوان سویچ روت هست با اولویت 1. اینجا تقریبا مشکلمون حله و دیگه
روت بریج این شبکه در صورتی که شبکه کاستومر رو بهش کانکت کنیم تغییر نمیکنه. دلیلش هم مشخصه، چون روت بریج های سویچ های 1 و 2 اولویتشون خیلی بالاتره. مثلا سویچ 1 در صورتی که شو اسپنینگ تری رو بزنم برای ویلن 1 24577 هست و این پورت تو این ویلن به عنوان روت بریج است و تو ویلن 2 هم 24578 هست. البته تو ویلن 2 این به عنوان روت بریج نیست و توی سویچ 2 هم اگه بریم تو تب CLI دستور enable show اسپنینگ تری رو بزنیم تو ویلن 1 قطعا روت بریج نیست ولی تو ویلن 2 به عنوان روت بریج هست و پرایوریتیش هم 24578 است. این سویچ کور سرویس پرووایدر هم تو ویلن 1 فقط داره فعالیت میکنه. پس اگر پرایوریتی کمتر بود و ما مستقیم می اومدیم یک از این پورت های سویچ 1 رو به شبکه کانکت میکردیم، اگر اولویت سویچ 1 کاستومر کمتر بود و سویچ کور به صورت پیش‌فرض بود اولویتش، اون وقت توپولوژی شبکه کلا تغییر میکرد برای سرویس پرووایدر و این اشتباه بود. اما برای اینکه مشکلات احتمالی هم رخ نده و اگر مثلا فرض کن اولویت سویچ 1 هم کمتر بود از سویچ کور سرویس پرووایدر، برای اینکه اون شبکه تغییر نکنه ما بایستی تو سمت سرویس پرووایدر پورت های F0/1 رو برایشون روت گارد رو فعال کنیم. برای این کار مثلا برای سویچ SW فلور 1 میایم تو تب CLI و انیبلش میکنیم، با دستور کانفتی میریم تو مود گلوبال، اینترفیس F0/1 رو انتخاب میکنیم و دستور اسپنینگ تری گارد روت رو انتخاب میکنیم. با این کار روت گارد رو برای این پورت فعالش کردیم و اگه ان بزنیم بیایم دستور شو ران رو اجراش کنیم، همونطور که اینجا کاملا مشخصه روت گارد برای این پورت فعاله. حالا ما خیلی با خیال راحت میتونیم به مشتری بگیم بیاد پورت F0/1 سویچ فلور 1 رو به هر پورت از سویچش که میخواد کانکت کنه. در این صورت دیگه این ارتباطه از بین نمیره و تغییر نمیکنه و ارتباط برقرار میشه. الان اگر 30 ثانیه صبر کنیم این ارتباطه بایستی کاملا برقرار بشه. حالا چرا 30 ثانیه؟ چون همون مسائل لرنینگ و لسنینگ پروتکل اسپنینگ تری و اگه ما برای این سویچ کلیک کنیم بیام بیرون و دستور شو اسپنینگ تری رو بزنم F0/1 رفته به حالت لرنینگ. الان یواشاش باعث دیگه فورواردینگ بشه، همونطور که تو شکل مشخصه این دو تا پورت رفتن به حالت فورواردینگ. اگر اولویت سویچ کور بیشتر بود اون وقت توپولوژی این شبکه تغییر می‌کرد. ما این کارو برای پورت F0/1 سویچ فلور 2 انجام میدیم، اینیبلش میکنیم conf t interface F0/1 اسپنینگ تری guard root. حالا برای این پورت هم فعال شد، میایم لینک بین این دو تا سویچ هم برقرار میکنیم. حالا با هر پورتی شده اینم بایستی بعد از 30 ثانیه براش فعال بشه. حالا فرض کنیم میخوایم یه فاجعه اینجا رخ بده. چه فاجعه‌ای؟ برای ویلن 1 بیایم این سویچ کور رو کلیک کنیم، بریم تو مود conf t و بیایم اسپنینگ تری ویلن 1 پرایوریتی اگه بریم 32768 اون وقت اولویت این سویچ دیگه میشه بالاتر و شو اسپنینگ تری رو اگه بزنیم همچنان که این سویچ روت بریج هست ولی اگه چند ثانیه صبر کنیم توپولوژی این شبکه به کل تغییر خواهد کرد. شو اسپنینگ تری همونطور که میبینین دیگه این سویچ به عنوان روت بریج نیست و آدرس روت بریج شده یه سویچ دیگه. بعد دیگه یواش یواش نقش این پورت ها تغییر میکنه، همونطور که تو شکل مشخصه این دو تا پورت دیگه شده نارنجی. چرا نارنجی شده؟ چون برای این دو تا پورت روت گارد رو فعال کردیم و همونطور که عرض کردم این شبکه توپولوژیش به این سمت، یعنی از سمت کاستومر تغییر نمیکنه، اما نکته‌ای که اینجا مشخصه از سمت سرویس پرووایدر دیگه تغییرات خودش رو انجام داده. ما برای این کلیک کنیم اینجا مشخصه روت پورت G0/1 هست. پس احتمالاً سویچ فلور 1 شده سویچ روت بریج شبکه سرویس پرووایدر. اگه برای این سویچ کلیک کنیم دستور شو اسپنینگ تری رو بزنیم می‌بینیم که این سویچ شده روت بریج. اگر ما این ویژگی رو برای این دو تا پورت فعال نمی‌کردیم دیگه اون وقت وضعیت خیلی بد می‌شد. در این صورت سویچ 1 چون اولویتش کمتر بود درخواست فرستاد برای پورت های F0/1 و قصد تغییر توپولوژی داشت. پس تا اینجای کار ما تونستیم یه شبکه استیبل با پرفورمنس بالانس شده برای ویلن های 1 و 2 رو برای مشتری راه‌اندازی کنیم. از ویدیو بعدی دیگه بایستی در مورد رپید اسپنینگ تری صحبت کنم و مسائل مربوط به اون رو بهتون عرض کنم. تا ویدیو بعدی بدرود، موفق باشید.